بیایید 33 پل را از نگاهی متفاوت ببینیم. این پل تنها در عرض 3 سال ساخته شده و تا امروز 400 ساله که داره ازش استفاده میشه و حتی قبل از ساخت پل‌های جدید بر روی زاینده رود ماشین‌ها هم از روی این پل ارزشمند تاریخی عبور می‌کردند. 33 پل 298 متر طول داره و در عریض‌ترین نقطه از زاینده رود در داخل شهر اصفهان. راسك ظهرك گذشته فریبم داد، حال عذابم میدهد، از آینده وحشت دارم. وحشت دارم، یک وحشت عجیب از آینده.